7 ساعت ترید، $10 سود، اونم فقط و فقط با یه سرمایه $200. میخوام یه استراتژی اسکلپ بهت معرفی کنم که این استراتژی اسکلپ مخصوص تایم فریم های 1 دقیقه و 3 دقیقه است و تو میتونی در کمترین زمان ممکن این استراتژی رو یاد بگیری و شروع کنی به ترید کردن. حالا این استراتژی چیه؟ این استراتژی ربات ترید تسلا به علاوه یه HMA با تنظیمات خاصی که بهت میگم. فقط و فقط توی 7 ساعت گذشته 3 تا معامله داده، یکیش استاپ شده و 2 تاش هم تیپی شده. ریسک به ریوارد 1.5 یا 2 به تو میده که من الان چون شرایط بازار اوکی نیست ریسک به ریوارد 1.5 گرفتم. با یه سرمایه $200 تقریبا میتونستی $10 سود کسب کنی، اونم بدون هیچ دانشی که از قبل داشته باشی. اول از همه میای تو بخش ایندیکیتور یا همون اندیکاتور، اینوایت اونلی و ربات تسلا رو انتخاب میکنی. ربات تسلا رو که انتخاب کردی به چارتت اضافه میشه، بهت بای و سل میده هر تایم فرمی که بخوای و هر ارزی که بخوای. الان مثلا ما ارز XRP هستیم، تایم فرم 3 دقیقه، میریم ارز لینک تایم فرم 1 ساعته. خب اینم ارز لینک تایم فرم 1 ساعته، میبینی بهت بای و سل میده. و ببین قبل از اینکه بازار کریپتو ریزش شروع بشه چه سل قشنگی به تو داده و تو میتونستی این سل رو بگیری و یه ریسک به ریوارد 1.5 یا 2 بگیری ازش. یا ببین چه بای قشنگی داده، این بای کوچیکی نیستا، میتونستی وارد پوزیشن بشی و یه سود خفنی هم از اینجا بگیری، یه ریسک به ریوارد 1 به 1 میتونستی بگیری. خب حالا ما میخوایم استراتژی اسکلپش رو یاد بگیریم و من الان اینجا رو نگاه میکنم چون معامله باز دارم، حواسم به معاملمه. ببین استراتژی اسکلپش چطوره؟ تو میای ارز XRP یا هر ارز دیگه‌ای که بخوای یا هر جفت ارزی که بخوای، چون فارکس هم اوکیه، میای تایم فرم 3 دقیقه یا تایم فرم 1 دقیقه میخوای اسکلپ کار کنی. 1 دقیقه میشه فست اسکلپ و برای تو که مبتدی هستی بهت پیشنهاد نمیکنم. اوکی؟ پس ما همین 3 دقیقه برامون اوکیه و این پوزیشنایی که به ما داده. حالا چرا ما این سلا رو نگرفتیم اینجا و اومدیم فقط بایا رو گرفتیم؟ به دلیل اینکه با یه HMA ترکیبش کردیم که یه سری سیگنالا رو برای ما فیلتر کنه. میاد تو بخش ایندیکیتور، از همینجا سرچ میکنی HMA. اوکی، سرچ کردی HMA، برات HMA رو میاره، یعنی HMA رو به چارتت اضافه میکنی. میای تو بخش تنظیمات HMA، رو گوشیت هم این کارا رو میتونی انجام بدی و ربات هم روی گوشیت فعال میشه. از بخش استایل میتونی سایزش رو بزرگ کنی، رنگش هم من میذارم پاستیلی آسمونی، چیه همین میذارم تا شام اذیت نشه. از بخش اینپوت اینجا 9، اینو میکنی 55 و چارتت هم تایم فرمش اگه 3 دقیقه میخوای ترید کنی، این تایم فرم چارت رو میذاری که چند ساعته، میذاری 1 ساعته. اما اگه 1 دقیقه میخوای ترید کنی میذاری 15 دقیقه. الان ما تایم فرم 3 دقیقه هستیم، پس میذاریم 1 ساعته. باریکلا. اوکی میکنیم. خیلی ساده است. وقتی قیمت بالای HMA فقط و فقط سیگنال های بایو میگیری، به شرط اینکه بای قبلی، یعنی بای جدید از بای قبلی پایینتر بالاتر باشه، یعنی بایا پله پله‌ای بره بالا. ببین الان اینجا بایا داره پله پله‌ای میره بالا، پس این شرط ما رو داره. ببین الان قیمت بالای HMA، پس ما میتونیم سیگنال بایو بگیریم. اما وقتی زیر HMA باشه تو چی کار میکنی؟ وقتی زیر HMA باشه مثل اینجا نگاه کن، تو فقط سیگنال های سل میگیری و اصلا کاری به بایا نداری و چه سیگنال های سل خوبی هم بوده و همش تیپی میشده. اینجا هم که دیگه مارکت رنج، تو خودت میتونی متوجه بشی و میبینی بالا پایین بالا پایین و به نظر من توی این باکس تو اصلا ترید نباید میکردی، به خصوص که بعد این ریزش کل بازار هیجانی شده بود و شاخص ترس و طمع فکر کنم شده بود 25، یه چیز عجیب غریبی بود. کار نداریم، میم لایو بازار 3 تا ترید به ما داده توی 7 ساعت گذشته. از اینجا که تو استارت کارو میزدی تا اینجا که این پوزیشن تیپی تاچ میشد 7 ساعت و 3 دقیقه گذشته. بالای HMA هستیم، این سیگنال بای
از بای قبلی بالاتره. درسته؟ پس وارد لانگ پوزیشن میشیم. کجا وارد لانگ پوزیشن میشیم؟ جایی که به ما، یعنی جایی که سیگنال داده کلوز کندل وارد پوزیشن میشیم. استاپ رو میذاریم لو قبلی. خب این هم استاپ لو قبلی. ریسک و ریواردمون رو تنظیم میکنیم 1.5 یا 2. گفتم شرایط بازار هیجانیه، برای همین ریسک و ریوارد 1.5 میگیریم از پوزیشن. یعنی خود همین که بخوای ریسک به ریوارد 2 بگیری خودش ریسک دیگه و نباید ریسکای خرکی انجام بدی. ریسک به ریوارد 1.5 میگیری از پوزیشن و تمام. این ریسک به ریوارد رو تنظیم میکنی 1.5 و کجا تیپیت تاچ میشه؟ اینجا برات تیپیت تاچ میشه. در همین حین که این داشته تیپیت تاچ میشده، میای این پوزیشن دیگه هم، میای این پوزیشن بایم میگیری، با اینکه این پوزیشن استاپ میشه. اینجا بهت بای داده، از بای قبلی بالاتره، بالای چمه. ها اینم یادم رفت، کندل تا کندل عادی نمیذاری یا ببین این کندل عادیه، تو باید کندل تا بذاری هیکنشی. از اینجا که بیای میتونی از این بخش کندل هیکنشی رو ببینی. خب من اینو وردارم. خب گوش کن، اینجا کلوز کندل وارد پوزیشن میشی. یه نکته کنکوری داره. نکتهش چیه؟ تو به جای اینکه استاپ تو بخوای بذاری این لو قبلی، میذاری اینجا که خط صاف شده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این خط خیلی برای ما مهمه. چرا تغییر نمیکنه؟ اینترنت هم ضعیف شده. ببین این خط مهمیه برای ما، الکی نیست، برای خوشگلی نیست. زمانی که کندلی که به تو سیگنال داده، این کندل به ما بای داده دیگه، درسته؟ میبینی از خط سفید رنگ چه فاصله گرفته؟ وقتی فاصله میگیره و این خط سفید رنگ ما صاف میشه، تو استاپتو میذاری روی این خط سفید رنگ. استاپتو هر جا که میذاشتی، چه میذاشتی لو قبلی، چه میذاشتی پشت این خط، یعنی روی این خط سفید رنگ یا حتی یه مقدار پایین تر، استاپ تاچ میشده. فدای سرت. ریسک به ریوارد 1.5، ریسک به ریوارد 2، استراتژیت میشه استراتژی سوده. و تو حتی اگه این پوزیشن هم ریسک به ریوارد 2 میگرفتی تاچ میشد. اما شرایط بازار اوکی نیست عزیز من. الان تو این شرایط نباید ریسک زیادی انجام بدی. خب این پوزیشن استاپ میشد. دوباره اینجا با ما یه سیگنال داده. این سیگنال بای از سیگنال بای قبلی بالاتر یا بالاتر نیست؟ چطوری میفهمیم؟ ببین باید کلوزی که به تو سیگنال داده. ببین اینجا مگه به تو سیگنال نداده؟ کلوزش کجاست؟ کلوزش اینجاست. یه خط میندازی. حالا اینجا به تو سیگنال داده. درسته؟ این کندل کلوزش بالاتر از این خط هست؟ بله. پس این خط رو ما حذف میکنیم. شرط ورود به معامله رو داره. از بای قبلی بالاتره. لیبلش نه، کلوز کندلی که به تو سیگنال داده. اوکی. حالا استاپت رو کجا میذاری؟ ببین استاپت رو میتونی بذاری اینجا. استاپت هم تاچ نمیشه، تیپیت هم تاچ میشه. استاپت تاچ نمیشه، تیپیت تاچ میشه. خب اما من خودم اینجا نمیذارم. چرا؟ چون شک دارم آقا اینجا لو قبلیه یا لو قبلی نیست. درسته لو قبلیه، اما بذارم اینجا خیلی مطمئن ترم. پس میذارم اینجا. دیگه میگم آقا اینجا دیگه لو قبلیه. این لو بشکونه دیگه روندش نزولی شده، کف ما رو شکونده. ریسک به ریواردم هم تنظیم میکنم 1.5 یا 2. حالا اینجا رو نگاه کن، دیگه کندلی که به ما سیگنال داده از این خط فاصله نداره. این خط صاف نشده، یعنی باید فاصله داشته باشه. خطمون هم باید صاف باشه که ما استاپمون رو بذاریم رو خطه و وارد پوزیشن میشیم. یه ریسک به ریوارد 1.5 میگیریم. حالا من میخوام بهت بگم اینجا یه استاپ خوردی، درسته؟ تو ریسک به ریواردات 1.5 یا 2، یعنی اگه 1% ریسک کنی 1.5 برابر ریسکت پاداش دریافت میکنی. اینجا یه 1% استاپ خوردی، اینجا یه 1.5 سود کردی. یعنی تو الان با همین دوتا پوزیشن نیم واحد تو سودی. اینجا هم یه 1.5 واحد تو سودی. پس انگار یه ریسک به ریوارد 2 گرفتی. اینو میذاری 2. میخوام یه چیز دیگه برات توضیح بدم. میذاری 2، میگی آقا میخوای ببینی برآینده چقدر شده. حساب من چقدر داره؟ $200. چقدر میخوام ریسک کنم؟ بین 1 تا 3% مجازی ریسک کنی. 1% تا 3% ریسک یعنی چی؟ یعنی اگه استاپ تاچ بشه
مثل اینجا که قیمت اومده استاپتو زده، استاپ تاچ بشه 1% تا 3% اون $200 از بین بره، که حالا برای $200 3% بخوایم بگیریم میشه $6. ببین خودت چقدر پتانسیل ریسک داری. من یه ویدیوی مدیریت ریسک و سرمایه هم دارم، میتونی ویدیوی منو ببینی، کامل برات توضیح دادم. الان $200 داریم، میخوایم ریسک 3% انجام بدیم، ریسکمون بالاست تقریبا و اوکی میکنیم. 2 واحد ما الان تو سودیم دیگه، اینجا 1.5 واحد، اینجا هم نیم واحد، اینم که باشون زدیم. خب این دوتا رو که با هم زدیم نیم واحد برامون موند، اینجا هم 1.5 واحد، میشه 2 واحد. انگار تو یه پوزیشن ریسک و ریوارد 2 گرفتی و در نهایت $200 تو میشه $212. $2 هم بگو کارمزد، $10 سود میشه که 5% کل بالانست میشه. حالا یه چیزی هست، توی گوگل میری سرچ میکنی ماشین حساب مرکب. خب میگی سرمایه اولیه من چقدر بوده؟ $200 بوده. درصد سود هر گام من چقدر بوده؟ تو 700 وقت بذاری، نیازی هم نیست 700 وقت بذاری، یا این ربات روی گوشیت هم فعال میشه. توی ماشین حساب مرکب میای میگی $200 دارم، در روز 5% سود میکنم و همیشه که 5% سود نمیکنم، یه سری شرایط بازار خب اوکی نیست. مثل اینجا به جای اینکه یه دونه استاپ بخورم 2 تا استاپ میخورم و در نهایت نیم واحد تو سودم کمتر میشه، یا اصلا 3 تاش استاپ میشه، کلا 1.5 واحد میرم توی ضرر. 2 تاش اگه استاپ بشه 2% منفی میشی. خلاص شرایط بازار اوکی نیست دیگه. میگیم تازه کاری، شرایط بازار اوکی نیست، همیشه ایدئال نیست و تو تقریبا هر هفته 2 بار کلا در روز استاپ میخوری. خب یعنی از 30 روز 7 روزش کامل استاپ، 23 روزش سود میکنی. میگی درصد سود هر گام من 5% باشه، تعداد گامان 23 تا باشه دیگه، اون 7 رو حساب نمیکنی. محاسبه میکنه برات. محاسبه که میکنه تو سود پایانت میشه 207%، یعنی در آخر 207% سود کردی، که سودت در پایان ما با همون استاپایی که خوردی میشه $414. متوجه میشی؟ مشخصه یا نه؟ میشه $414 و سرمایه $200 شده $600. همین کارا خیلی ایدال، بدونی که فکرتو بذاری برای چیزای دیگه. فقط کافیه یه واچ لیست درست داشته باشی و طبق استراتژی و مدیریت ریسک و سرمایه رو طبق استراتژی بری جلو، مدیریت ریسک و سرمایه هم رعایت کنی. همین دیگه، اصلا چیزی نیاز نداری. خب دیگه حبس شد تو اتاق، روزی 7 ساعت 5 ساعت وقت بذار، تریدتو انجام بده و تمام. بعد یه سال میبینی من یه حساب برای خودم ساختم، حساب $10,000، حساب $20,000. ماشاءالله. دیگه اونطوری میای تایم فرمای بالاتر شروع میکنی ترید کردن، یا میای خودت یه سری سیگنال ها رو فیلتر میکنی، دستت میاد دیگه، میشی تریدر و میتونی خیلی از سیگنال ها رو فیلتر کنی. تا ویدیوی بعدی و آموزش بعدی، فعلا خدا نگهدار. خیلی خوشحال میشم توی کانال تلگرامیم ببینمت. کپشن ویدیو لینکش رو میذارم. ربات تسلا هم اگه بخوای تهیه کنی، میای توی گوگل سرچ میکنی ربات ترید، سرچ میکنی تریدینگ ربات یا ربات ترید تسلا، هر کدومو سرچ کنی تیم تریدینگ ربات اوله و یکی از بهترین توی ساخت ربات‌های ترید هستن. اینجا ربات ترید تسلا رو انتخاب میکنی و دیدی با 3 تا ترید $10 در آوردی. یعنی تو 2 روز دیگه هم ترید بزنی پول اشتراکش رو در آوردی. اشتراک 1 ماهه، 3 ماهه، 6 ماه و سالانه داره. اگه خرید تتری انجام بدی 10% تخفیف میگیری. علاوه بر 10% تخفیف 5 روز هم اشتراک ربات برات بیشتر فعال میشه. کپشن ویدیو هم لینک ها رو برات میذارم، از اونجا هم میتونی خریدتو انجام بدی به همین راحتی. تا ویدیو بعدی و آموزش بعدی، فعلا خدا نگهدار.